فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. این بیننده با شماره 1644 پرسیدن که آیا در رمضان میتونیم بگیم دعاهامون زودتر قبول میشه در ماه مبارک رمضان؟ قطعا یکی از موارد اجابت دعا هنگام عبادت هست و بعد از عبادت هست و یکی از مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اینه که برای هر شخص روزه‌دار در هنگامی که روزه هست در حالت روزه یک دعایی حتما مستجاب هست. بعضی گفتن اون دعایی که در وقت افطار هست و خود این حالاتی هست که دعای انسان در واقع بیشتر پذیرفته میشه. به نص وجود داره در این زمین از رسول الله صلی الله علیه و سلم و نصوص کلی هم که درباره خود عبادات هست. در هنگامی که انسان تقرب میجوید به الله متعال با عبادتی مانند نماز، مانند زکات و مانند روزه، این حالات و این تقرب خودش یکی از صورت‌هایی هست که برای اجابت دعا به اصطلاح شانس بیشتری در این زمینه وجود داره. بله این مطلب درسته که در ماه مبارک رمضان دعاها بهتر قبول می شود و بیشتر تشویق شده برای دعا کردن و امید پذیرش و اجابتش هم ان شاء الله بیشتر است.